وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای محمد ما تو را مبعوث نکردیم مگر اینکه مایه رحمتی باشی برای جهانیان. رسول الله صلی الله علیه و سلم به شهادت تاریخ، به شهادت دوست و دشمن، دور و نزدیک، انسان موفقی بود. انسان موفقی بود در اداره جامعه، انسان موفقی بود در آموزش و تحول عقیدتی، انسان موفقی بود در زنده کردن انسانها. آیین توحیدی، آیین اسلام و احکام عملی اسلام در واقع بشر را متحول کرد. کتاب و فرهنگی را در بین بشر قرار داد که بشر در طول تاریخ خود چنین حکمی و چنین قانونی سراغ نداره. و به اعتراف خاورشناسان در واقع جهان از این بحرانی که در آن به سر میبره راه نجاتی جز با رجوع به سنت رسول الله، جز با قانون من کردن احکام و فرامین رسول الله صلی الله علیه وسلم راه دیگری نخواهد داشت. و به یقین این گونه است. بررسی متفکرانه در احکام عملی اسلام همه این موارد را ثابت میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینیم که مواردی که امنیت جامعه رو تأمین میکنه اون رو از واجبات، از بزرگترین عبادات قرار داد. و مواردی که امنیت جامعه رو به هم میزنه و ناامنی رو در جامعه میاره، حتی اگر هم یک مورد بسیار پیش افتاده باشه، اون رو حرام اعلام کرد. از چشم چرانی گرفته تا تجاوز و تا تعدی و تا غیبت و تا تهمت و تا مسخره و تا غیبت و تا موارد دیگر، تجسس و جاسوسی و غیره و غیره، همه اینها را حرام اعلام کرد. زیرا زمینه دو دستگی، تفرقه و درگیری و آتش فتنی و ناامنی در جامعه است. در باب معاملات، در جامعه، در امور سیاست، در زمینه اقتصادی، در موارد مختلف شما به وضوح این رو مانند از هرمن شمس میبینید که چگونه اسلام اومده و رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده مواردی که امنیت رو ایجاد میکنه اون رو در واقع واجب، عبادت و از حسنات و صدقات بشمارید. میگه تبسم که فی وجه اخیک صدقه، اون لبخند زدن تو صدقه است. چرا؟ چون شما سبب شادابی دیگران میشی، چون زمینه نشاط و سرور رو در دیگران ایجاد میکنید. و برعکسش عزاداری بعد از 3 روز حرام اعلام کرد و گاهن در بعضی از روایات با شدید اللحنی خطاب قرار داده کسی که بعد از 3 روز عزادار میشه. لباس مشکی را حرام اعلام کرد برای عزاداری، زیرا این لباس مشکی عزادار انسان را افسرده میکنه. و دوست داشتن این نیست که انسان عزادار باشه بگه که من دوست دارم، و این شما در آیینی جز آیین اسلام نمیبینید. رسول الله صلی الله علیه وسلم در نحوه رفتار با میهمانان الگو بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی که ایمان داره به الله و روز قیامت، پس به میهمانش اکرام کنه. و رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی پیش از مبعوث شدن هم این اخلاق، این رفتار رو داشت. زمانی که رسول الله مبعوث شد و از غار حرا به خانه خدیجه بازگشت، میبینیم که حضرت خدیجه رضی الله عنها بعدی که میبینه رسول الله صلی الله علیه وسلم وحشت زده است و احساس این در واقع رسول الله داشت که شاید خدای ناکرده جن زده شده و مورد آزار اذیت قرار گرفته یا خشم خدا بر او بوده، حضرت خدیجه چی میفرماید؟ میفرماید والله انک لتصل الرحم. ای محمد تو داری صله رحم را به جای میاری و تصدق الحدیث و تحمل الکل و تکسب المعدوم و تقر الضیف و تعین على نوائب الحق، که این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. ای محمد شما صله رحم به جای میاری
شما به بینوایان کمک برسونید، شما میهمان نوازی میکنید و شما در واقع در سختی ها و مشکلات دیگران را یاری میرسونید. به خدا قسم خداوند تو را خوار ذلیل نخواهد کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از همان وقت میهمان نواز بود. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.